استقلال. و امروز ببینید همون دو نفر کلوب دوستداران رو چون منظوری مو کردم متوجه میکنیم به حالت های سازگار، به لحظه های بحث برانگیز، با همون فرصت های مساعد. انا همین لحظه ها رو بنده در نظر داشتم و تشکر با کارگردان ها که همین مورد های خیلی جالب و با قید گرفته نیمه دوم رو هم منظوری مو کردم. این لحظه که رسلان کریان ضربه زد در ابتدا از جریمه 11 متره حساب رو باز کرد و بعدا هم رسلان کریان ارمنی تبوری شهروند فدراسیون روسیه. بعدا اینجا هم الیشیر جلیلوف کارتی زرد گرفت. بعد این خطاگیش دوباره هم فشار جانب دروازه استقلال بیشتر گردید. دلشاد بازاروف یک مرتبه می توانست که دست را از این ورطه ناامیدی رها کند اما نتوانست. بعدا کاپیتان دسته منوچهر احمدوف هم در این جریان با جهانگیر ارگاشوف امکانیت داد، یعنی پرتافتی سری وقتی و مقصدناک و با سراغ عمیق بود. حالت استانداردی هم تا اندازه جالبتر بود که فرصت نابازی را باز دوباره دیدیم و بعدا هم شهرام سمیوف چون قامتش بلند بود در این لحظه جهش انجام داد، این کار هم ببرار خاتمه یافت. فتح الله هم خطی نیم حافظتی سمت چپ را باز هم پرقوت‌تر کرد. در قسم دوم احسان پنجشنبه هم خیلی بهتر بازی کرد، ضربهش بلندتر از بالارچوب دروازه بود. منوچهر احمدوف که ضربه جریمه وی زد خیلی بلندتر از بالارچوب دروازه استقلال از میدان بیرون برآمد. امکانیت دیگری فوتبال بازان ماز انا همین لحظه های جالب و فرصت های دیدنی نیمه دوم رو به شما منظور کردیم که کامران تورسونوف که سیبش هم جدی بود در مقابل با دوران ارگاشوف که مبارزه برد دوران. بعدا احسان پنجشنبه برای الیشیر هم یک فرصت جالب دیگر را هم به میان آورد. اما این مورد هایی که باشگاه خوجند فوتبال بازان کبودپوش هم تلاش کردند که لااقل نتیجه را تغییر دهند اما موفق نشدند. الیشیر با دستش توپ را برگردانید و بعدا باز هم اویبگ عبدالغفارov ضربه کنجی زد. این وضعیت خوفناک را دوباره الیشیر جلیلوف برطرف کرد. فتح الله بعدا با دروازه‌بان حتی 1-1 بود. باز هم اویبگ این حالت را از جریمه‌گاه خود برطرف کرد. مثلا همین لحظه های جالب کامران تورسونوف را هم دوباره باز هم هشدار نمود که در این زمینه با هم دستگانش بازی کند و در نهایت هم کامران تورسونوف یک باره باز هم در فشار آوردن دفاعگران باز هم با مسئولیت با جالبیت تام توانست که با همین لحظه باز خاتمه گذاشت. خیلی پرتافتی سری وقتی که شهرام سمیوف با یک کوششش این حملگر جوانی که در کرسی احتیاطی بود به میدان برآمد و مثلا همین لحظه جالب و خاطرمان رو منظوری موقع آسیای مرکزی. البته این دو دسته بهترین مملکت هنرنمایی میکنند و اکنون الیشیر اورونوف حالا جام را با کاپیتان دسته فتح الله تقدیم میکند. استقلال باری هشتم جامی سوپر جامی تاجیکستان را به دست می‌آورد و باری مهم در مسابقه سوپر جامی تاجیکستان شرکت ورزید امروز و تنها با یک ناکامی رو برو گردید. این هم در مقابل با دسته حاصلا بود چون یادآور گشتیم که سال 2017 بود و امروز باری هشتم با گرفتن سوپر جامی تاجیکستان استقلال شرفیاب می‌گردد. غلبه استقلال را بار دیگر تبریک میگوییم
با هر دو دسته بهترین مملکت، چون بیان کردیم که در سبقت‌های گروهی